آشپزای عزیز، عامل اصلی بیماری سحره همین شادونه کثیفه. همین شادونه کثیف که ما میخریم باید کامل شستشو داده بشه تو اون کثافتش گرفته بشه. عامل اصلی بیماری سحره همینه. به جای اینکه همش از قطره ها و برم روده و از امثال اینا استفاده کنی واسه پرندتون، بیشتر توجه کنید رو دون شادونه که به پرندتون میده. حتما شستشو داده بشه، کاملا پاش بشه به پرندتون بدین که انشاءالله پرندتون سالم بمونه.